همزمان با اعلام برندگان جایزه نوبل این حجت الاسلام مندلیوف پیدا شد تا با رو کردن یک تز جدید حوزوی شیمیایی خودش رو جزو کاندیداهای نوبل جا کنه. 2 لیوان آب رو در شرایط محیطی یکسان در یک جایی قرار داده بودن. بعد 1-2 ماه اومدن سر زدن، دیدن میزان ماندگاری اون آبی که لیوان آبی که بهش ذکر گفته بودن در مقابل اون لیوان آبی که ذکر نگفته بودن، دیدن اون آبی که ذکر گفتن میزان ماندگاریش بیشتره. معلوم میشه تمام اشیاء هم منفعل از ذکر میشن. این هم اعتراف حاج آقا شکمبه به یک عمر مفتخوری و علافی. قابل قبوله برای پروردگار که من بگم 70 سال بهم عمر دادی، حساب کردی حدود 30 سالشو که ساعت 11 شب تا صبح خواب بودم. خب 30 سالش موند. این 30 ساله رو 12 سالش هم که پای تلویزیون و ماهواره بودم. 4-5 سالش هم که با همین رفیقای لش سیگاری عوضی سر چهارراه و تو کوچه ها بودم. بقیه‌اش هم که بدتر از بقیه‌اش. کجا عمرتو خرج کرد؟ اینم روزه آخوند بوفالو در واکنش به سقط شدن امامش. الاغ وقتی میبینه میگن سقط کرده، سگ وقتی میبینه میگن سقط کرده. انسان کارش به جایی برسه که بگن کی سقط میکنی، یعنی با سگ یکی بش، یعنی با الاغ یکی بش. اینجور منبر رفتن ها برای من سم به اگه اهل قصه نیستی ای که شادی شده با